توی این قسمت میخوایم در مورد پالیسی صحبت کنیم و پارامترهای تخصصی ترام رو با هم دیگه چک کنیم. قسمت قبل پیش زمینه کوتاهی در مورد پالیسی با هم دیگه کار کردیم، دسترسی کاربر خودمون رو به اینترنت باز کردیم، ولی این قسمت تخصصی تر این مورد رو چک میکنه و میخوایم ببینیم پالیسی چیه، چطور اعمال میشه و پارامترهای اون چیا میتونن باشن. بعد وارد قسمت نت دستینیشن نت میشه و در نهایت یه سناریو رو با هم دیگه قرار اجرا کنیم. پالیسی، سیاست یا قانون دسترسی به یک سری از تنظیماتی گفته میشه که توی فایروال اجازه عبور ترافیک رو صادر میکنه. اگر با روتر میکروتیک تا الان کار کرده باشید یه چیزی رو قطعا مشاهده کردید. وقتی شما تنظیماتی رو انجام بدید برای کاربرهاتون، یعنی از پورت یکیش یک سری از کاربرهاتون آی پی دارن میگیره، از پورت دوتون هم یه سری دیگه از نتورک ها و کاربرهای دیگه تون. این اتفاق که میفته روتر به صورت آماده این حالت رو داره که دسترسی به همه پورت‌ها رو میده، یعنی از پورت 2 میتونن کاربرا بیان پورت 1 رو ببینن و مشکلی ایجاد نکنه، یعنی کلا این دسترسی بازه. توی فایروال برعکس این مورد رو داریم. قسمت پالیسی ان آبجکت فایروال پالیسی اون جاییه که ما با تنظیمات کار داریم و اون جای قلب اصلیشه که تنظیمات رو انجام میشه. حالا من قسمت گذاشتم بای سیکونس که علاوه دیداری راحت تر باشه. یکی پالیسی به صورت کارخونه‌ای روی فایروال. وقتی شما فایروال رو روشن بکنید برای بار اول و وارد این قسمت میشید، اینجور چیزی رو داره بنام ایمپلیک دینای. اومده از هر پورتی به هر پورتی، هر مبدأی به هر مقصدی رو دینایی کرد. یعنی شما الان تو این فایروال هیچ دسترسی نمیتونید بین دو تا اینترفیس مختلف داشته باشید. یعنی اگه دو تا نتورک مختلف داشته باشید، این عکسی که دارید میبینید، از پورت 1 کاربرها بخوام برن پورت 2 یا اینکه بخوام برن به سمت ایتر یا هر مسیری رو بخوام عبور کنن داخل فایروال اجازه بهشون نمیده. اگر توی شبکه خودشون باشه این مورد اصلا موردی نداره و اجازه عبور بهشون داده میشه تا مک فیلترینگ فعال نشه. یعنی اینو داره که شما وقتی که یه ویلن میسازید، یه اینترفیس رو تنظیم میکنید، کاربرهای توی اون اینترفیس دسترسی رو دارن و مشکلی ندارن، یعنی دسترسی به هم دیگه رو دارن. قسمت فایروال یکی کرییت نیو داره، قسمت قبلا باش کار کردیم، سری از پارامترها رو توضیح دادیم. کل پالیسی همینه، یه سری از فیچر هم فایروال میشه فعال کنه که سری تنظیمات اضافه میشه تخصصی تر این کار انجام داد، ولی پیش فرضش همینه، چیز خاصی نداره. یه اسمی براش گذاشته میشه، یه اینترفیس ورودی و خروجی داره، یه آدرس مبدا و مقصدی داره که از آدرس سورس منظورش هم آدرس یعنی که از این کام اینترفیس دارن میان. outgoing همونایی که دستینیشن، یعنی دارن بیرون برن. شما وقتی میخواید قوانین فایروال رو بنویسید بعد این رو در نظر داشته باشید که من میخوام دسترسی چه چیزی رو به چه چیزی بدم، یعنی ورودی من چیه و به چه سمتی میخواد حرکت کنه. قسمت سرویس عجیبه که سرویس نداره. وقتی که اینو بزنه به سرویس میاد، اینو در جرنش نبودم. اینجا اولی اسمی مثلا بگیم که access پورت 1 to پورت، از این کامینگ لن 1 به outgoing لن 2، سورس هایی که از لن 1 دارن میان، یعنی لن 1 ادرس IP 192.168.1.0 هم IP که من الان دارم باش کار میکنم، به دستینیشن هایی که پورت 2 دارن، پورت 2 تنظیم نشده، من آل رو میزنم، یعنی همه ای آدرس، هر آدرسی از لن 2 میخواد بره بهش اجازه بده. توی قسمت سرویس میتونه دسته‌بندی داشته باشه که چه چیزی رو اجازه بده اون کاربر باز کنه. من بگم کاربر من فقط بتونه پینگ بگیره، SSH بزنه و ریموو دسکتاپش فعال بشه، دیگه هیچ چیزی لازم نداره. این چیزیه که نیازه تو دفاع توی عمومی کار انجام بده، یعنی تک تک اون پروتکل هایی که نیاز داره کاربر بعد اینجا گذاشته بشه و تک تکش رو ببندید که یعنی چیزی غیر از اینو نتونه باز کنه. شما دارید یه ناتی رو اوکی میکنید، یعنی یه چیزی که اجازه نداره رو اوکی میکنه، پس هر چیز اینجا بذارید اجازه داده میشه، بقیه‌اش باز اجازه نداره.
اکشن میتونه دینایی باشه، میتونه اکسپت. تو بخش بعد اینو کامل توضیح میدیم که حالا چرا دینایی میذاریم در صورتی که اینجا دینایی داره خود فایروال. قسمت نت رو هم ادامه این قسمت میبینیم، کار باش نداریم فعلا. و اینجا سکیوریتی پروفایل ها رو میتونیم فعال کنیم یا غیر فعالش کنیم که این امر به قسمت آینده، قسمت 5. خب این پالیسی که نوشته بشه میاد بالای این قرار میگیره. به این ترتیب خیلی مهمه، اگه زیر این باشه اصلا کار نمیکنه. اینجوریه که شما نمیتونید اینو بیارید پایین. این اصلا رولیه که نمیشه پاکش کنن، نمیشه چیزی رو بهش اولویت بدن هیچ کار دیگه. پالیسی در صورت کلی همین بود. با استفاده از پالیسی شما میتونید دسترسی 2 تا پورت رو به هم دیگه باز کنید. دسترسی 2 تا پورت رو به هم دیگه ببندید اگر یه جایی باز شده از قبل، یا به اینترنت کاربرهاتون رو وصل کنید، یعنی اون ترافیک رو به سمت اینترنت انتقال بدید بدون اینکه کاربرتون حس کنه داره کنترل بشه. وقتی در مورد پالیسی آیدی صحبت میکنه، منظورم یه نشان، یه عدد 1 تا برای هر پالیسی، مثل کد ملیه برای پالیسی ها وقتی که میخواد باشون کار کنه تو محیط کامندی، راهی نیست که واقعا بشه اونا رو تنظیم کرد به این سادگی. یعنی نمیتونه شما بگید مثلا پالیسی اکسس پورت 1 تو پورت 2 و از طریق نیمشون کار رو انجام بدید. اینکه بگید مثلا اون پالیسی که از لن 1 به لن 2 میره به سورسش اینه، خیلی چیز اسپسیفیکی نیست و شما نمیتونید کامل تنظیماتتون رو انجام بدید. پالیسی آیدی به ازای هر پالیسی در نظر گرفته میشه که خود فایروال هم این عدد رو میده. پالیسی آیدی این پالیسی 1. وقتی من بخوام توی محیط کامندی تنظیماتی رو انجام بدم، صرفا بزنم پالیسی 1 و اون پالیسی برام آورده میشه، میتونم تنظیماتم رو روش انجام بدم. وقتی که خودتون دارید پالیسی میسازید با یه سری از فیچرها میشه عدد آیدی رو خودتون مشخص کنید. یعنی بگید این پالیسی چه آیدی رو میگیره و اون آیدی 1 تا رو خودتون در نظر بگیرید و اجازه هم نمیده فایروال بهتون که مثلا 2 تا پالیسی یکسان با 2 تا عدد یکسان داشته باشه. وارد قسمت پالیسی اوردر میشه. از این بالا تا پایین ترافیک ما حرکت میکنه، چک میکنه که با کدوم مچ میشه و بعد از اون رول استفاده میکنه. اگر من دسترسی به اینترنت خواسته باشم و از پورت 1 داشته باشم، اول میام اینجا چک میشم میبینم با این مچ نیستم. درسته که از لن 1 دارم ولی به لن 2 نمیخوام وصل بشم. روتی که فایروال زده شده به سمت اینترنت من با این پورت کاری ندارم، روت من به اینجا نیست. میام قسمت دومو که چک میکنم با این سازگارم و از طریق این حرکت خودم رو انجام بدم. خیلی مهمه که این پالیسی رو به ترتیب استاندارد خودش چینده بشه، یعنی اون طبق سیاست یا اون سناریویی که داره چینده بشه. من اینجا یه دونه ایمپلیسیتی نای دارم که همه چیز رو بسته و بالاش اومدم همه چیز رو باز کردم. اگه این رول زیر این باشه کار نمیکنه، این کار نمیشه انجام بدی، ولی اگر این رول زیر این باشه اصلا کار نمیکنه. یه دونه میام رول می‌نویسم. اینجا اول نگاه کنید یه دونه لن 1 به ون داره و داره کل از لن 1 رو مثلا طرف اینترنت به دسترسی کامل باز میکنه. من میام میگم drop لن 1 RDP. من میگم کاربرهایی که از لن 1 من دارم میام به سمت پورت ون من دارم میرن، سورس آدرس هایی که از لن 1 من دارم، یعنی کاربرهای من به هر مقصدی دارن میرن، سرویس RDP شون دینایی باشه. این کاری که انجام میده الان این رول هیچ کاری برای شما انجام نمیده. من یه ریفرش بکنم. این کاری که اینجا انجام دارم بدم اینه که بذارش بالای پالیسی 1، یعنی اون رو انتقال بده. میتونم اینجا گوشه چیزشو بگیرم والا یه باگی خورده. خب فکر کنم اینترنت شبکه خودمون هم قطع شد. دیباگ بکنم ببینیم چی بود جریان که باورس. خب مشکل چیز دیگه بود، احتمالاً مشکل فیزیکی بود از کابل شبکه من، ربطی به این ماجرا نداشت. این پالیسی که اینجا دارم من این پایین قرار گرفته به سمت ون. اگه من بخوام حرکت کنم به RDP بزنم، یعنی ریموت دسکتاپ بزنم واسه اینترنت، به اجازه نمیده.
اما اینجا کار نمیکنه. من یعنی میام اینجا چک میشم، میام رول بعد میبینم اینجا میتونم با این رول حرکت کنم و از اینجا حرکت خودم انجام بدم و به این نرسم. اینجا پالیسی اوردر میاد. شما باید طبقه ترتیبی پالیسیاتون رو بچینید که یعنی این باید بیاد بالایی. توی این وضعیت شما اول میاد اینجا اگه پورتتون RDP اینجا دراپ میشه، اجازه به عبور بهتون نمیده، به کل قطع میشه این RDP تون، یعنی RDP نمیتونید بزنه. اگر هر پورتی غیر از RDP باشه راحت میاد با پایینی مچ میشه و حرکت خودتون رو انجام بده. یه قسمت هم داشتم چک میکردم که این قطعی پیش اومد. شما میتونید وقتی که مثلا یه 200 تا 300 تا مثلا 1000 تا پالیسی داشته باشید، حرکت دادن مثلا حساب کنید یه عالم اینجا پالیسی وجود داره، حرکت دادن این پالیسی و خورده کار چالش برانگیزیه و درست نیست. شما میتونید اینجا با راست کلیک و موو بای آیدی اون پالیسی مقصدی که شما میخواید بالا یا پایینش این پالیسی قرار بگیره بسته به این سکانس که حالا ابا یا بلا باشه، یعنی زیرش باشه یا بالش. میگید خب مثلا پالیسی 1 اینو بذار بالای پالیسی 1، خودش هم پالیسی سایش اوورد یعنی اینه، من بگم کار ندارم عدد 1 اوکی میزنم الان پالیسی باید بره بالای اون یکی قرار بگیره. فکر کنم پالیسی عددی ندرسته، چیزش اشتباه بزنم، بالای پالیسی 1 قرار بگیره. دقیقا این عدد پالیسی های دی من 1 بله اومد بالای اون قرار گرفت. وقتی که من تعدد رول دارم و رول های خیلی زیادی وجود داره نمیتونم که اون گوشش رو بگیرم اینجوری از اون پایین فایروال 200 تا رول رو رد کنم تا برسونش به جایی که ما. یکی دیگه هم حرکت برای استانداردسازی قوانین داریم که حالا تو قسمت های آخر بهش میرسیم. چیز سیکونس گروپینگ ویو اینو تخصصی در صحبت میکنه، ولی این میاد گروه بندی میکنه پالیسیتون رو. شما وقتی که مثلا دسترسی کاربرها به مقصد خاصی همشون رو تو یه گروه قرار میده و اگه یه پالیسی یه جایی میخواد بنویسه یا پایینه میخواد انتقالش به راست کلیک میکنه روش به موو بای سیکونس گروپ، یعنی اینزرت سیکونس رو بذار اونو بذاره تو این گروهی که میخواد. یعنی گروه بندی پالیسی شما کاملا معلومه و میتونید با گروه کردن اونو مدیریت خودتون خیلی راحت تر کنید که خیلی هم پیشنهاد میشه. این مورد تو آخر قسمت های آخر حتما بهش برسه. میرسیم به قسمت پالیسی اسکیجول. یه وقتایی ممکنه شما طبق اون سیاست هایی که سازمانتون داره یا اون شرکتی که دارید کار میکنید میخواید دسترسی کاربرها رو توی ساعت اداری فقط بدید و خارج از زمان اداری نتونه وصل بشن، یعنی که توی مثلا شیفت های مختلف میخواید فقط صرفا اون شیفت وصل باشه، یعنی اون ویلن یا اون شبکه‌ای که توی اون شیفت داره کار میکنه وصل بشه. اینجا توی فایروال یه قسمی داره میگم اسکیجولز، خودش یه دونه آلویز داره که برای همه پالیسی این آلویز رو اعمال میکنه. اگه اینجا دقت کرده باشید اسکیجول رو همش آلویز، یعنی همیشه 24 ساعت داره کار میکنه. ما میتونیم یه اسکیجولی بسازیم بگیم که ساعت 8 تا ساعت 16 عصر کاربرها میتونن اون پالیسی رو استفاده کنن و بعد از اون تا کلا غیر فعال شه. قبل از هر کاری باید اول بیاید توی سیستم ستینگ و ساعت فایروال خودتون رو درست کنید. ساعت فایروال من الان 2:01 در صورتی که الان ساعت 8:30 شبه به وقت کانادا. من اینجا تهران رو سرچ میکنم و اپلای میکنم. ساعت من الان شد 23:02 اختلاف زمانی داره که حالا خیلی مهم نیست. بعد از اینکه این زمان درست شده ما میتونیم اسکیجول خودمون رو بنویسیم. create new رو بزنیم، اسمش رو بزنیم مثلا work. میگم روز، حتی میتونم انتخاب کنیم چه روزهایی وصل بشه. میگم همه روزهای اسپسیفیک. من مثلا میگم همه روزها این 2 روزم که ممکنه تعطیل باشه ولی به جز جمعه و اسپسیفیک میگم کل روز تو این روزا دستش نه، من ساعت خاص میگم یعنی از شنبه تا 5 شنبه ساعت مثلا 8 صبح تا 16 عصر، 8 یعنی 4 بعد از. میتونیم یه رنگ هم انتخاب کنم، حالا اینو بسته به سلیقه خودتونه ولی من مثلا رنگی برو در نظر میگیرم. اینجا ساخته شد، رفرنسش هم 0 یعنی جای اعمال نشده.
این فایروال پالیسی و اون رو برای اینترنت اعمال میکنه. اگه ما اینترنت ما صرفا ساعت‌های کاری توی روزهای کاری میتونه باشه. اسکیجول رو انتخاب میکنه روی ورکینگ تایم، اوکی رو میزنه. شما در حال حاضر تنظیمی رو انجام دادید که کاربر خودتون توی روز کاری به ساعت کاری دسترسی به اینترنت دارن و اتمام زمان کاری دسترسی کامل قطع میشه و اینترنتشون فصل میشه. وقتی در مورد نت صحبت میکنه منظورمون ترجمه آدرس IP خودمون. اگه بخوایم بیشتر بازش کنیم، نت مخفف نتورک ادرس ترنسلیشن یا ترجمه آدرس شبکه شما. وقتی که داریم این کار رو انجام بدیم، اینترفیس هایی که داریم به ارتباطات بین اینترفیس ها خودشون رو یه جوری ترجمه میکنن، جا میزنن به عنوان اون آدرس دوم یا شخص ثالث. جوری عکس رو اگه ببینیم خیلی دقیق‌تر میتونیم این مورد رو چک کنیم. فایروال ما 3 تا پورت داره که پورت 1ش به یه سیستم وصله، پورت 2ش به یه سیستم دیگه، پورت 3ش هم به اینترنت. هر کدوم از این پورت ها یه آدرسی دارن. به اختصار من گفتم X، Y و Z. کار بره PC 1 من وقتی میخواد به سمت PC 2 بره، وقتی PC 2 اون رو میخواد برگردونه، اون رو از آدرس X میبینه، یعنی میگه X به من جواب داده و من مجدد به X دارم جواب میدم. یا وقتی که توی مثال واقعی که انجامش میدیم، وقتی PC 1 من میخواد به سمت اینترنت بره، آدرس X توی اینترنت ترجمه میشه و کار نمیکنه اینترنتش. یعنی یه جورایی که PC 1 من با این آدرس خودشه که بلند شه بره کنار فایروال و بخواد از اینترنت عبور کنه، فایروال اگه اجازه بهش بده حرکت میکنه ولی اینترنتش وصل نمیشه. چرا؟ چون این آدرس و این آدرس یعنی X و Y ما آدرس های پرایویت هستن. آدرس های پرایویت صرفا تو شبکه‌های داخلی و لوکال معنی دارن. روی دنیای اینترنت هیچ آدرس پرایویتی نمیتونه کار بکنه. وقتی که بخوام اینترنتش رو وصل کنم، X میاد اینجا، فایروال X رو برمی‌داره، Z رو میذاره جاش و Z رو میفرسته. وقتی هم که میخواد برگرده همون Z رو جایگزین میکنه، Z رو برمی‌داره، X رو میذاره جاش و میده PC 1. یه جوری بهش میگم پت، دیگه نت نیست، یعنی با پورت این کار رو انجام بده. ممکنه یه سیستم 10,000 تا پورت نیاز داشته باشه و این فایروال با استفاده از پورت ها میفهمه چه پورتی حرکت کرده به همون برگردونه. بین دو تا سیستم اگر یه تایمی این PC 2 ما گیت وی نداشته باشه، یعنی این سیستم ما وای رو نشناسه، یعنی فقط صرفا یه آدرسی داشته باشه توی نتورک وای و دسترسی برگشت رو به وای نداشته باشه، مثلا 192.168.2.2 سیستم ما 2.1 گیت ویشه، ما دستی رو این خودش 2 رو ست کرده و گیت وی نداره. PC 1 من با آدرس X میاد اینجا بره حرکت کنه طرفش، آدرس Xش توی شبکه این نیست و این میخواد به گیت وی برگردونه، بفرستش طرف گیت وی ولی گیت وی نداره. توی این مراحل میشه یه کار خیلی جالبی انجام داد. PC 1 وقتی میخواد به این سمت بره، توی پالیسی که نوشته میشه ما تیک نت رو میزنه، X برداشت نمیشه به Y جایگزینش میشه. Y چون توی نتورک PC 2 و 2.1 اینم 2.2 بود، تویش توی یه رنج نتورک جواب رو برمیگردونه و با استفاده از پورت ترنسلیشن میتونه فایروال اون بسته خودتون رو به PC 1 برگردونه بدون اینکه این سیستم گیت وی داشته باشه. یه مواقع این اتفاق میفته که شما برای مینتیننس تو شبکه‌تون این کارو بعد انجام بده، یعنی دسترسی به اون سیستم ندارید، گیت وی نداره یا حالا مشکلی پیش اومده، با استفاده از این تریک میتونید کار خودتون رو انجام بده. یکی دیگه هم حالت داره دستینیشن نت. دستینیشن نت معکوس نته، یعنی شما از آدرس های آی پی پابلیک بر فرض مثال میتونید وصل بشید به شبکه داخلی. این کار رو وقتی انجام میدید، شبکه بیرونی شما میاد پشت فایروال آدرس رو ترجمه میکنه، شبکه داخلی رو میذاره پشتش و میده به دست شما. نت و دستینیشن نت که بهتون قسمت قبلا گفتم چطوری تیک نت و کار خودش رو انجام بده. با استفاده از داینامیک آی پی پول میتونید آدرس های خاصی رو بذارید که ترجمه بشن، یه سری آدرس رو تنظیم کنید که صرفا این آدرس ها رو جایگزین کن و بفرست. این هم قسمت هم پته، یعنی شما میتونید پورت هایی که دارید به سمت نت میفرستید رو فیکس کنید یا داینامیک باشه، یعنی هر پورتی خاص استفاده کنه که حالا پیش فرض خودش هم پریزر سورس پورته. حالت ویرچوال آی پی رو با هم چک کنه، قسمت ویرچوال آی پی رو باز میکنه، یکی کرییت نیو بزنه. اینجا بر فرض مثال من میخوام از شبکه اینترنتم یه دسترسی بدم به سیستم 1، میگم اینترنت
پورت مثلا 80 وب سرور آوردم بالا روی سیستم، میخوام از راه دور از رو بستر اینترنت وب سرور رو ببینم. اینترفیس رو انتخاب میکنم ون، حالا ون فعلا آن پلاگه ولی آدرس آی پی که ون داره رو اینجا براتون میاره، مثلا 250 به چه آی پی میخواد حرکت کنه؟ میگم 368 مثلا 2 سیستم من 1 2 از آدرس 250 بیرونیه، یعنی رو بسته اینترنت قابل مشاهده. شما اگه این آدرس رو بزنید با پورت 80 وصل میشه، بزنید وصل میشه به، یعنی هر ترافیکی بیاد مفرست طرف این. یکی دیگه حالت داره پورت فورواردینگ، همون پورت فوروارد یا دستینیشنت که حالا ما میشناسیمش اینجا. شما میتونید بگید اگر کاربر بیرونی با پورت 4242 اومد اون رو بس کن به 80 این، یعنی این با پورت 4242 یعنی اینجور چیزی رو شما توی مرورگرتون توی گوشی یا حالا سیستم خارج از سازمان میزنه، خودکار ریدایرکت میشه به پورت 80 و میتونید از این طریق ارتباط خودتون برقرار کنید. حالا اینو اینجا میسازیم، بعد میم توی قسمت فایروال پالیسی یه دونه پالیسی باید براش نوشته بشه، میگم access internet to LAN یا پورت 1. از اینترفیس ون دارن کاربرای ما میان، میخواد به سمت اینترفیس 1 برن. سورس های ما کل آدرس اینترنت هستن، ممکنه ای تایم شما بگه نه من میخوام آدرس های ایران باشن که حالا اونم قسمت های آینده توضیح میده. آدرس لیست های آماده ای بره تمام کشورهایی که وجود داره تو دنیا هست، فایروال اونو داره. شما میتونید با انتخاب مثلا آدرس های ایران بگید صرفا آدرس ایران میتونه به این سیستم ما دسترسی داشته باشه. ما اینجا فعلا بذاریم all destination آدرس رو هم اون ویرچوال آی پی که اینجا ساخته شده انتخاب کنه. سرویسی که داره ما میذاریم رو HTTP یا HTTPS و صرف همین دو تا سرویس. اگه همش رو باز کنید ممکنه از آدرس‌های دیگه میتونن کارهای دیگه یا هم انجام بدن. برای بحث ایمنی برمیاد که حتما چون دسترسی از دنیای ون به سمت لن، حتما این مورد در نظر داشته باشید که صرفا پورتایی که مورد نیازه رو انجامش بدید، اجازه بدید. قسمت نت رو هم میتونید وارد بکنید، میتونید نکنید، کار میکنه در هر صورت. ولی اگر نت رو بزنید آدرس این اینترفیس میفته روی سیستم شما، اگر نت رو نزنید هم آدرسی که از بیرون درخواست داده شده روی سیستمتون میفته. و اوکی رو میزنیم. این هم از ویرچوال آی پی ما که پورت فوروارد ما رو انجام میده. خب میرسیم به قسمت سناریو. طبق تصویری که دارید مشاهده میکنید من میخوام ارتباط سیستم 1 به سمت سیستم 2 وصل بشه و سیستم 2 نتونه سیستم 1 رو ببینه. پس صرفا با یه تنظیمات روی دو تا اینترفیس انجام بدم، یه پالیسی یه طرفه بنویسم و پالیسی برگشت نزنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم میخوام چک کنم آیا نت میشه یا نه، یعنی هم حالت با نت هم بدون نت رو تست کنم ببینم چه آدرسی میفته توی سیستم مقصد. الان در حال حاضر لپتاپ من که وصل شده به این پورت 1 و آدرسش 1 هست. سرویس پینگ HTTP و HTTPS هم فعاله که من دارم از این طریق از این دو تا صفحه وب فایروال رو میبینم. از طریق پینگ هم میتونم پینگ اینترفیس 1 رو یعنی 1 رو داشته باشم. میام پورت 2 رو تنظیم میکنم، یه آدرس آی پی براش میذارم. میذارم 192.168.2.1/24. میگم ادرس لیست رو ایجاد کنه، پینگ رو فعال میکنم، HTTPS و HTTPS هم فعال میکنم چون میخوام از اون سیستم ممکنه وصل بشم بهش. DHCP سرور رو فعال میکنم که بهش DHCP بده، تنظیمات دیگه هم من انجام نبدم، صرفا همینی که هست باشه و انیبل. میام تو قسمت پالیسی، فایروال پالیسی رو باز میکنم و یکی میسازم. میگم access پورت 1 به سمت پورت 2. از پورت 1 به پورت 2 آدرس لیست هایی که ساخته، لن آدرس 1 به لن آدرس 2. یه تایمی مثلا اینجا دیتا دیگه آی پی هم داره دیگه که مثلا زیر مجموعه داره. با این کار فقط صرفا این آدرس ها مقصدن و غیر از این آدرس اجازه عبور به چیز دیگه نمیده، یعنی نمیذاره به مقصد دیگه حرکت کنه. سرویسش رو هم صرفا انتخاب میکنم پینگ، چیز دیگه ای لازمش ندارم. و حالت نت رو غیر فعال میکنه و این اوکیش میکنه.
یه دونه دیگه هم عیناً رول رو می‌نویسم، اکسس پورت 1 پورت 2. از پورت 1 به سمت پورت 2 آدرس هایی که از پورت 1 میاد به سمت آدرس هایی که پورت 2 اونا رو داره. سرویس صرفاً پینگ و این بار نت رو فعال میکنم. اینجا هم توی پرانتز می‌نویسم نت و اوکی رو میزنم. دو تا پالیسی داریم که اینجا نوشته شده و داره دسترسی رو به ما میده. فقط الان کاربر ما از این استفاده میکنه، از پایینی نمیرن. چرا؟ چون تمام شرایطی که لازم دارن برای مچ شدن با این پالیسی رو دارن. یعنی از لن 1 دارن میان به سمت لن 2 دارن میرن، آدرسشون با این دو تا مچ شده و سرویسشون هم پینگ، مشکلی ایجاد نمیکنه. اگر این رو غیر فعال کنم از نت حرکت میکنم. پس صرفا دو تایش فعال باشه، بعد بالایی رو غیر فعال میکنیم که ببینیم چطوری میشه. الان بریم سراغ تست نهایی و بررسی سیستم ها که چطوری الان این کار رو داره انجام بده. خب سیستمی که من توی قسمت پورت دوم دارم آی پیش 192.168.2.2 هستش. یه پینگ از سیستم میگیرم، بذارم چند دقیقه، یه چند ثانیه باشه، اون رو وای میسونم و بعد این رول اول رو دیزیبل میکنم. مجدد کار پینگ رو انجام بدم. روی سیستم دوم یه مانیتوری گذاشتم که کامل جمع‌آوری بکنه پکت ها رو که ببینیم چطوریه اوضاع. خب بریم سراغ مرحله بعد که ببینیم الان چه گزارشی تونستیم بگیریم. خب گزارش که از سیستم دوم گرفتم، یه سری از اطلاعات جنگش رو پاک کردم، صرفا این دوتا که مهم بود رو گذاشتم باشه. وقتی که تو حالت اول ما پینگ رو انجام دادیم، ترافیکی که داشت عبور میکرد به سمت سیستم دوم از آدرس 1.11 داشت خونده میشد، یعنی سورس آدرسش 1.11 بود. فایروال صرفا آدرس این سیستم لپتاپ من رو میذاشت و به سیستم دوم میداد. وقتی که تیک نت رو زدم و یعنی وقتی که این رول اول رو غیر فعال کردیم و از رول دوم پالیسی رو فرستادیم، فایروال کاری که انجام میداد این بود که این آدرس رو برمی داشت و صرفا این آدرس رو جایگزینش میکرد و سر اینترفیس خودش رو میذاشت به عنوان آدرس سورس. برای مواقعی که شما گیتوی نداشته باشید این راهکار خیلی خوبه که میتونید مینتیننس شبکه رو انجام بدید و وصل بشه به اون سیستم. این قسمت هم به انتهای خودش رسید. ممنون از اینکه همراه ما هستید.